بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه ما از درس تفسیر سوره نازعات می باشد. از کلمه نزع ینزع کشیده گرفتن است و در این سوره در آیت های اولش پروردگار به ما درباره فرشته ها صحبت می کند و درباره کارهایی که فرشته ها انجام می دهند. علل خصوص درباره فرشته هایی که در وقت مرگ روح انسان را چی مسلمان باشد چی کافر باشد از بدن او جدا میکنند و خداوند میگوید و نازعات غرقا و ناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا. قسم به فرشتگانی که روحهای غرق شده کافران را کشیده از جسم آنها بیرون میکنند. یکم آیت الله قسم میخورد با نازعات غرق، یعنی در تفسیرش آمده است که روحی کافر، آنهایی که ایمان ندارند، وقتی مرگشان فرا میرسد، وقتی رفتن از دنیا فرا میرسد، با تمامی قوت به هر طرف میگریزد و زیر هر موی بدن حتی پنهان می شود و فرشتگان آن روح را کشیده می گیرند. همون گونه ای که یک تار موی تر را از دیگر پوستی تر کشیده می گیرند، همون گونه روحی آن کافر را که خود برآمدن نمی خواهد یا جان آن کافر را کشیده می گیرند. و ناشطات نشطا، اما آنهایی که مؤمن هستند، آنهایی که به الله ایمان دارند و در تفسیر آمده است که مؤمن پیش از برآمدن روحش مکانش را در جنت می‌بیند. او می‌بیند که او را چه ها انتظار است. همان گونه که یک نفری که به سفر می‌براید، وقتی او می‌داند جایی که رفته ایستاده است برایش خیلی جای امن و آسودگی هست، او برای سفر خیلی با یک اشتیاق آمادگی می‌بیند. مؤمنان هم جان آنها اشتیاق جنت میکند و این یک رحمت پروردگار است که پیش از مرگ پروردگار به مؤمنان جایهایشان را منظره که آنها به آن میروند چیکار میکند؟ تجلی میدهد، نشان میدهد و مؤمن میگوید من زودتر میخواهم بروم. و الله وقتی میگوید و ناشطات نشطا، قسم به فرشته هایی که جانی مؤمنان را در یک حالت نشید، یعنی نشید خوشحالی و چقانی با حرکت که زود برآمده روم میگیرند، یعنی فرشته که جان مؤمنان را میگیرد آن جان به آسودگی و حتی زودتر میخواهم از اینجا روم گویان جسم را ترک میکند. برعکس جان کافر، جان آنه که اصلا امید نداشت. ای سبحان الله خواهران عزیز، حضرت علی میگویند برای عبرت گرفتن که این دنیا چی هست و تو که هستی، مرگ بسنده است. یعنی از عبرت ها برای شما مرگ بسنده است. هر روز یک نفر میمیرد، هر روز یک نفر ما را ترک میکند، هر روز مسیر یک نفر در این دنیا به پایان میرسد. ما باز به خود نمی آیم که گویا که ما در این دنیا سرمد باشیم، ابدالآباد زندگی کنیم، از پی جمع کردن پول و از پی دراز آرزو و امیدها برای خود ساختن هستیم. اما پروردگار در اینجا میگوید به خود آید، من این گونه فرشته ها دارم، فرشته هایی که جان کافران را خیلی با عذاب، یعنی فرشته ها عذاب نمی کشند، آن جان، آن روحی بدبخت خبیثی که گمان میکرد نه فقط در دنیا هست، دنیا تمام شدنی نیست، چقدر میتواند باید تا آخرین ذریعت باید در اینجا کیف و صفا کند، با عذاب و مشقت، با دادوای از آن جسم می رود. اما برعکس و ناشطات نشطا، جان مومن باشد با یک نشاط و خوشحالی چون مکان خود را می بیند. الحمدلله دیگر مدتی من در این مسافرت و در این دار غربت تمام شد گویان به نزد خود را تسلیم می کند به دست فرشتگان. و سابحات سبحا فالسابقات سبقا، و الله قسم می خورد به فرشته هایی که شناکنان روح مؤمنان را به بالا می برند. و خواهران عزیز،
و کلون فی فلکی یسبحون گفته پروردگار درباره ماه و ستاره و دیگر اجرام فضا هم صحبت کرده است، یعنی آن کائناتی که در بالا هستند. برای آن که وقتی که امروز من و شما میبینیم در بالا فقط پرواز کرده میگردن، آره، مثل اینکه در داخل آب چگونه شنا میکنید همان گونه در آسمان. و پروردگار میگوید قسم به فرشتگانی که بعد از گرفتن جان مؤمنان چیکار کنان؟ گویا شنا کنان پریده پریده به بالا می روند. فالسابقات سبقا، و قسم به آن شتاب کنندگان. در کلمه سابقان بعضی میگویند فرشته ها زود با شتاب جان مؤمن را گرفته به بالا میبرایند. در بعضیش آمده است زود جان مؤمنان را گرفته به مکانشان به جنت میبرند و خود جانها هم زودتر یا روح هم زودتر از بدن میبراید. فالمدبرات امرا، و قسم به آن فرشته هایی که آنها تدبیر کننده عمل ها هستند، یعنی اسبه اجرای عمل ها هستند. و خداوند در دنیا خیلی از کارها یا گفتیم خیلی از مسئولیت های هست که بر دوش فرشته ها گذاشته است، مانند باریدن باران، آره، برآمدن سبزه ها، این طرف و آن طرف بردن شمال و ابرها، گرفتن جان مؤمنان، نوشتن عملهای مؤمنان. خیلی از عملها را پروردگار بر عهده یا مسئولیت فرشتگان گذاشته است، مانند آوردن وحی. فالمدبرات امرا، و قسم به انجام دهنده کارها. یوم ترجف الراجفه، بعد از اینکه پروردگار با فرشته ها در 5 آیت قسم خورد، بعد از این به ما صحبت میکند درباره روز قیامت. الله میگوید یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. روزی که زمین خیلی بلرزه درآید، یعنی این در کدام روز است؟ در روز قیامت. تتبعها الرادفه، بعد از اینکه زمین به شدت میلرزد، یعنی زمین لرزه شدید خواهران عزیز، این از نشانه های قیامت است، از آمدن قیامت است. پروردگار اذا زلزلت الارض زلزالها در آن سوره هم گذشته بود که پیشا پیش قیامت زمین خیلی به شدت خواهد لرزید، روزی که زمین می لرزد. و بعد از این یک باره رادفه، یعنی صدای بلند یا بانگ بلندی عنصر اسرافیل کشیده می شود که در آن تمام انسان هایی که در روح زمین زنده هستند می میرند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند بعد از 40 سال دیگر دوباره سور دمیده می شود و دیگر باره همه باز زنده می شوند. قلوب یومئذ واجفه، دلها در آن روز در هراس هستند، یعنی اینقدر می ترسند، اینقدر از وهم و از درد آن روز وقتی میبینید. پروردگار در دیگر سوره میگوید اذ القلوب لدل حناجر، یعنی از ترس قلب ها تا گلوها کنده شده می آیند. و وقتی انسان خیلی میترسد گویا که قلبش از جایش چه شده است؟ کنده شده است، رمیده شده است. ابصارها خاشعه، چشمها در حالت خواری و ذلت، چشمهایی که در دنیا از کسی نمیترسم چیزی خواهم میکنم، امروز که بالای من است میگفت، در آن روز چشمها را میبینی که بیچاره و خوار و از ترس زیر شده هستند. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره ایذا کنا عظاما نخره قالوا تلك اذا کرة خاسره فانما هی زجرة واحده فاذا هم بالساهره. پروردگار میگوید وقت روز اینجا ای محمد صلی الله علیه و سلم در اطراف تو مشرکان هستند، کافران هستند و این کافران در همه دور و زمان هستند و در دور من و شما هم هستند که میگویند آیا اگر ما مردیم، یعنی وقتی ما از دنیا رفتیم و تماما خاک شدیم، آیا ما از همان قبرهایمون بیرون میشویم؟ یعنی آیا وقتی ما مردیم و گور شدیم آیا دوباره زنده شدن هست؟ این گونه شک و شبهه دارند. آره، اذا کنا عظاما نخره، وقتی استخوان‌های ما پوسیده دیگر خاک می شود، یعنی این گونه به شبهه شما را می درآورند که آیا
همون انسان هایی که الان رفته قبرش را کفتی، دیگر بدنشان خاک شده است و استخوان ها پوسیده فنا شدن، اینها دوباره زنده می شوند. همین چیز به عقل راست می گیرد. به خبر هستند که پروردگار تو را از یک آبی که به عقل کسی راست نمی گیرد ساخت و از شکم مادر بیرون کرد و او قادر است که دوباره استخوان های پوسیده تو را زنده کند. قالو تلک ایزن کرتون خاسره، میگویند وای اگر ما همین گونه بیدار شویم این خیلی برای ما زیان آور است، یعنی اون روز برای ما خیلی سخت است. اما این رو از جهت مسخره میگویند و گویا که چی، نه اون روز آید خیلی روز وزمین است، بهترش به آن باور نکن. فانما هی زجرت واحده، ولی الله میگوید با یک بانگ زدن، با یک کن فیکون و قیامت آمدن، فاذا هم بالساهره، میبینی که اینها همگی چی هستند؟ جمع شده هستند در مکانی که پروردگار امر میکند که امروز بیایید اینجا جمع شوید و الان رسیده است روزی سوال و جواب شما. در اول یعنی پروردگار 5 آیت اول درباره فرشتهان صحبت کرد، درباره برآمدن جان انسان، سپس درباره روز قیامت. و خواهران عزیز اکثریت آیت ها سوره نیست که تقریبا از سوره های دراز و ما یادآور نشود از روز قیامت و از مرگ. ولی مشکل ما این است که روزها میگذرد، عمرها میگذرد. حتی یک نفری که عمرش از 60 و 70 گذشته است کجا رسد به یک جوان؟ خیلی کم فکرش درباره آخرتش است، درباره مرگش است، در حالی که روز از روز دیگر مدتش در این دنیا به پایان رسیده ایستاده است. و پروردگار برای ما توفیقی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که زیادتر یاد کنید هادم اللذات را، آنی که لذت ها را نابود میکند، می آید و شما را گران میبرد، زیادتر به یاد مرگ باشد. در دوامش پروردگار به پیامبرش میگوید هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى. ای پیامبر غم نخور برای این مشرکانی که مثل ابو جهل و دیگر ولید ابن مغیره و آنهایی که در اطرافت هستند، یعنی با اینهایی که در مکه تو رو اذیت میدهند، از دستشان هم مسلمان ها هم خود تو هم ضربه های جسمانی میخورید و هم ضربه های روانی، برای اینها تو اینقدر غم نخور. یعنی و پیامبرش پروردگار تسلی میدهد که ببین موسی با کی جنگید، یعنی اون فرعونی که موسی را من به نزد او فرستادم خیلی خیلی قوی تر بود از این فرعونی که در زمان تو هست. و پیامبر صلی الله علیه وسلم ابو جهل را وقتی در جنگ بدر میمیرد میگویند امروز فرعون زمان من مرد. و پروردگار به پیامبرش میگوید ای پیامبر بدان که اینجا موسی بود و فرعون بود و پروردگار تو موسی را غالب کرد و فرعون را نابود کرد. پروردگار قادر است که این دشمنان تو را هم نابود کند. و این تسلی پروردگار خواهران عزیز برای هر یک مؤمن در تمام زمان هست. وقتی یک شیطان به شما وسوسه میکند که ظالم یا ظالمانی که در زمان شما هستند، در اطراف شما هستند، کی برابر این ظالم می شده باشد؟ این ظالم کی نابود می شده باشد؟ چرا این ظالم اینقدر قوی هست؟ چرا این ظالم نابود نمی شود؟ یعنی بعضا شیطان این گونه وسوسه می کند که چرا ظالمان را این گونه الله قوت داده است؟ چرا مسلمان اینقدر بیچاره است؟ به یاد دارید که پروردگار نابود کرده بود فرعون را، ولی مهلت برای او زمان داده بود تا اینکه ایمان مؤمنان را بسنجد، برابر او چیکار میکنند و برای این ظالم بدبخت هم مهلت بدهد تا عذابش سخت‌تر شود. و الله میگوید به یاد آر قصه موسی را، وقت پروردگار او را در کوه سینا فریاد کرد و گفت ای موسی اذهب الی فرعون انه طغى. الان شروع شد وقتی دعوتی تو. این زمان می شود که موسی از خانه فرعون یا خود از مصر می گریزند. بعد از اینکه یک نفر رو انشالله قصه موسی بعداً کاملا می آید
از روی خطا میکشند. ولی اون که از طرفداران فرعون بود ترسیده دیگر گریخته به مدین می آیند. پس از مدتی که در اینجا زندگی میکنند، صاحب زن میشوند و عائله میشوند، چیکار میکند؟ پروردگار میگوید موسی الان زمانی آن رسید که تو چیکار کنی؟ به نزد فرعون بروی. او دیگر طاقا از حد گذشته است. تو به نزد فرعون رو، به او بگو هل لک الی ان تزکی، آیا میخواهی من تو را با پروردگار خود شناس کنم؟ بس تو را و اهدیک الی ربک فتخشى، تو را به سوی پروردگارم راهنمایی کنم و تو از او بترسی و گناه ها را ترک کنی، از گناه ها تزکی، پاکیزه شوی. و بجز این، یعنی من از اینکه از نزد پروردگار آمدم معجزه های خود را دارم و معجزه من یکی عصا هست که با یک زدن با مار بزرگ تبدیل می شود. دیگر دستم هست که وقتی بالا می کنم روشناییش همه جا را می گیرد، یعنی یدالبیضا بود. ولی فکذب و عصا، آنهایی که قلب فرعونی دارند، حتی موسی به نزدشان با معجزه عصا و با معجزه اژدهار بیاید هم آنها ایمان نمی آورند. با دیدن آن معجزه باشد هم کذب و عصا، آن را دروغ شمارید. فرعون گفت تو یک جادوگر هستی، تو هیچ پیامبر نیستی. برعکس گناهش را زیاد کرد. ثم ادبر یسعی، پس قفا گشت و رفت. فحشر فنادی، مردم را جمع کرد و فغان کرد، به مردم صدا زد و گفت انا فقال انا ربکم الاعلی، من پروردگاری بزرگ شما هستم. به خدای موسی باور نکنید، این من هستم که من صاحب زمینم، صاحب چی هستم؟ صاحب مصر هستم. اما الله میگوید فاخذه الله نکال الاخرة والاولی، ولی پروردگار تا اینکه عبرت برای دیگران شود، به او هم عذاب آخرت و هم عذاب دنیا را داد، یا او را گرفتاری عذاب دنیا و آخرت کرد. گرفتاری عذاب دنیا او غرق شد و حتی پیش از غرقش سر به سجده نهاد و چه گفت؟ آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، من به همونه که بنی اسرائیل ایمان آورد من هم ایمان آوردم. که دیگر الکی دیر بود، پروردگار قبول نکرد و در آخرت باز عذاب سوزان او را انتظار است. خواهران عزیز، هیچ فرعونی نیست در دنیا، هیچ ظالمی بدبخت نیست که در دنیا به آسانی چی کار خواهد کند و برود. الله مدت زمان می دهد، در این مدت ایمان من و شما رو می سنجد که آیا ما طرفدار ظالم می شویم، به او سرخم می کنیم یا نه. سپس البته که نکال الاخرة والاولی، آن ظالم را انتظار است. او هم عذاب دنیا را می بیند و هم عذاب آخرت را، و حتی یک مدتی کمی پیش از مرگش باشد. این فی ذلک لعبرة لمن یخشی، الله میگوید در نابود شدن فرعون، در جسارت موسی، در آن همه زمانی که موسی همراه فرعون مبارزه و جنگید، عبرت است برای آنهایی که یخشی، از الله میترسند. آنهایی که از الله میترسند برای آنها عبرت است در این قدرت های پروردگار، در چگونه نابود کردن ظالمان و این چونین در این جسارت پیامبران که همون موسی که چند سال پیش گریزان از مصر برآمده بود، با جسارت، با اینکه پروردگار گفت انا معکم اسمع و ارا، بیرو من همراه تو و هارون هستم، تو را میبینم و میشنوم، نترسیده رفته گفتند من تو را به سوی پروردگار دعوت میکنم. در دوامش الله میگوید اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها. خواهران عزیز، از اینکه سوره کمی درازتر است، اگر اجازه دید سوره را به دو تقسیم کنیم انشاءالله. از آیت 28 یعنی تقریبا از آیت 30 بقیهش را درس دیگر گیریم، برای اینکه سوره کمی در حقیقت درازتر است و یکی ملال نشود برای خواهرانی که ثبت ها را گوش میکنند.